ویلیام دلبرتگن کیست؟ زندگی نامه کامل. ویلیام دلبرتگن تتا در 6 ژوئیه 1878 در شهر لافکین ایالت تگزاس آمریکا متولد شد. او در خانواده‌ای پرجمعیت و کشاورز بزرگ شد و از همان کودکی با کار سخت و نظم آشنا بود. شرایط مالی خانواده چندان مناسب نبود و به همین دلیل از سنین پایین در کنار خانواده کار می‌کرد. گن تحصیلات دانشگاهی نداشت اما علاقه زیادی به مطالعه داشت. او ساعتهای زیادی را صرف مطالعه کتاب‌های ریاضیات، هندسه، نجوم، ستاره شناسی، تاریخ، فلسفه و کتاب مقدس می‌کرد. او باور داشت که قوانین طبیعت، زمان و ریاضیات می‌توانند رفتار بازارهای مالی را توضیح دهند. در حدود 24 سالگی وارد دنیای معامله‌گری شد و فعالیت خود را از بازار پنبه آغاز کرد. پس از سالها تحقیق و آزمون به شهر نیویورک رفت و شرکت مشاوره و آموزش خود را تأسیس کرد. او ادعا می‌کرد که با استفاده از روابط میان زمان، قیمت و هندسه می‌تواند نقاط مهم تغییر روند بازار را شناسایی کند. در طول سالها گن ابزارها و نظریه‌های معروفی مانند زاویه‌های گن، هتر دشیر، مربع نه، دیته دستشیخه، چرخه‌های زمانی و روش‌های هندسی تحلیل بازار را توسعه داد. این ابزارها هنوز هم توسط بسیاری از معامله‌گران در بازارهای سهام، فورکس، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند. او همچنین کتاب‌های معروفی مانند ایرجس دش اشعه لوزه کی و 45 دشکس اسقال دیزر را منتشر کرد و دوره‌های آموزشی متعددی برگزار نمود. با وجود شهرت فراوان درباره میزان موفقیت واقعی معاملات گن اختلاف نظر وجود دارد. برخی او را یکی از بزرگترین معامله‌گران تاریخ می‌دانند و برخی معتقدند بخشی از ادعاهای او هرگز به طور مستقل اثبات نشده است. با این حال تقریباً همه موافق‌اند که او تأثیر عمیقی بر تحلیل تکنیکال گذاشته و نامش همچنان در میان معامله‌گران سراسر جهان شناخته شده است. ویلیام دلبرتگن در 18 ژوئیه 1955 در سن 77 سالگی درگذشت، اما اندیشه‌ها و روش‌های او همچنان در کتاب‌ها، دوره‌های آموزشی و بین معامله‌گران مورد مطالعه و استفاده قرار می‌گیرد.